السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم. عادتا من میبینم که بسیاری از برادرها یک کانال در یوتیوب میکشند، نامش ابو محمد مدنی، و درس های ما را میمونند. ما هم کار نمیداریم، اما ما اجازه دادنمون به این خاطر است که درس های توحیدی پهن شود، به همه دسترس شود. اما یک شرط وجود داره. شرط همین است که کسایی که شما به خاطر الله سبحانه و تعالی به نام بنده ابو محمد مدنی کانال در یوتیوب میکشید، درس های توحیدی منتشر میکنید، بعد از این شما حق ندارید که در همه جا از نام من کامنتر نویسید. برای اینکه من خودم، الله شاهد است، یگان کانال یوتیوب رو اداره نمیکنم. من یگان کانال یوتیوبی ندارم و من نمیفهمم در حقیقت برادرای هستند. یک دو برادری نزدیک میدونم، یک دو کانال میدونم، لیکن کانال ها زیاد هستند، 10 15 20 کانال هست، نمیدونیم. به همه شما خواهش من همین است، برادرهایی که من میشناسم و برادرهایی که نمیشناسم، هر کسی که از نام من ابو محمد مدنی گفته کانال شده است، از نام من شما حق ندارید. برای شما حرام است کامنتر نوشتن. برای چی؟ برای اینکه حزبی ها، سروری ها، جهمی ها، آذری ها، مرجئه ها، صوفی ها، قبوری ها فکر میکنن که کامنتر شما مونده رو من موندم. شاید شما از سبب بعضی مسئله نازک رو نفهمیدن کامنتر مینویسید. شاید شما کسی رو تکفیر میکنید. شاید شما کسی رو دشنام میکنید از غضب و از خواست خود شما. اما دیگر رو فکر میکنن که من همین کارو کردم. چه خیلی که یک وقت کدام برآمد چند نفر علما رو تکفیر کرد، مردم فکر کرد که من کردم. امروز حالا در این رسمی که میبینید، یک انسان ایرانی تبار با زبان فارسی صحبت میکند. یک نفر در زیر او یک کانالی رو کشوده است، ابو محمد مدنی. من نمیدونم این کی است، این کانال رو کی کشوده است. به زیرش نوشته است بارک الله فیکم اخی. من به این مخالف هستم، زیرا که همین انسانی که در این رسم هست عقیدهش عقیده خوارجی است. حالا به نزدیکی ما به این جواب میدیم، به این رد میزنیم. این همه علمای متقدمین رو حتی تکفیر میکند. این در مسئله جهل عذر نبودنش غلو میکند و حتی اکراه رو، خطا نسیان رو عذر نمیداند و اجماع رو این کار میکند و این منهجش منهج 100% خوارجی است. از همین جهت شما اینجا در زیرش بارک الله فیکم اخی نوشتید، ابو محمد مدنی نوشته است. دیگر رو میبینند، برادرها میبینند، به من مراجعه میکنند که شما کردید. برادران عزیزم، الله به شما برکه بدهد. از نام بنده هر عمل رو انجام ندهید. شما مسئول هستید، پیش دعوت ما رو نگیرید. این خلل رسانیدن به دعوت ما هست. به همین هم به سر ما اهل بدعت شب و روز کار میکنند. به همین شما کمبودی شما هم شب و روز اهل بدعت به سر ما هجوم میکنند. همین کمبودی شما به ما نمیرسید. همون یک کامنتری که یک برادر کرده بود درباره علما، تا امروز میبینید که اهل بدعت دارد همون رو میگیرد این طرف و اون طرف جلوه میدهد. شما یک کمی صبر کنید، یک کمی بینید که شما از نام یک طالب علم اهل سنت سخن کرده شدید. آیا من راضی هستم یا نیستم؟ الله به شما برکه بدهد. برادران عزیزم، وقتی که شما کانال شدید، درس گذاشتن حق دارید. فقط درسی مرا گذارید. از نام من کانال شده، فقط درس مرا گذارید. اگر فقط درس مرا نه هر چیزی میگذاشته باشید، نکشوید. از نام من کانال شدن جایز نیست. از نام من اگر شما کامنتر میکرده باشید، از خواست خود کسی رو خواهید چیزی بگویید، کسی رو خواهید دشنام بدید، کسی رو خواهید بارک الله فیک بگویید، از یک جهت خوارج رو خوب بگویید، از یک جهت مرجئه رو خوب بگویید، از یک جهت کسی دیگری رو تکفیر بکنید، برای شما حرام است از نزد من کانال شدن، از نام من کانال شدن. ما میفهمیم که بعضی صوفی ها هم میخواند از نام ما کانال بکشن. از همین جهت از این مسئله احتیاط باشین. بارک الله فیکم.